أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. قبول باشه ان شاء الله. عزاداری ها، ذکر مصیبت ها، عرض ادب ها، ارادت ها به محضر آقا سید الشهدا علیه السلام، و ان شاء الله که خداوند همه ما رو جزو عزاداران حقیقی اون حضرت ثبت بفرماید ناممون رو، و ان شاء الله که عاقبت خیر باشیم، حسینی زندگی کنیم، حسینی بمیریم و از این دنیا به عالم برزخ منتقل بشیم و حسینی محشور باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خداوند کریم برای هدایت ما انسان ها ابزار درونی قرار داده به علاوه ابزار بیرونی. ما یک ابزار بیرونی داریم، صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد. ما یک ابزار بیرونی داریم، یک ابزار درونی داریم. ابزار بیرونی ما همین اعضا و جوارح ماست، یعنی اهم از چشم و گوش و زبان و اینهایی که بالاخره دست و پا و اینهایی که میتونه به ما کمک بکنه در مسیر خوبی و خیر و صلاح و عاقبت به خیری انشاءالله. ابزار درونی ما هم که مشخصا در قرآن کریم آمده، سمع است و بصر هست و اینا ابزار درونی هم که البته در احادیث اهل بیت باز بیش از اینها هم مطرح شده. عمدتا قرآن به سمع و بصر خیلی اهمیت داده. گاهی اوقات اینها با هم دیگه یه مقداری مرزشون مثل مو باریک میشه، بعضی ها نمیتونن خوب تشخیص بدن که آیا اینجا صحبت از ابزار بیرونی است، ابزار درونی است. اینها رو نمیتونن از هم تفکیک کنند. ببینید ابزار بیرونی ما، فرض بفرمایید به عنوان مثال ما میگیم عین، چشم، اذن، یعنی ابزار شنوایی ماست و امثال اینها، حالا ید، دست و که عمدتا اینو در قرآن آمده. آیات متعدد قرآن به بهانه‌های مختلفی آمده. هرچند که نام ابزار درونی ما هم در قرآن متعدد آمده، یعنی این گونه نیست که نیامده باشه، در آیات مختلف قرآن بیان شده. هم در سوره مبارکه مؤمنون داریم، هم در سوره مبارکه سجده داریم، در چندین سوره و در بسیاری از جاها ابزار درونی ما هم روشن و مشخص تعریف شده. نکته قابل توجه اینه که ما بتوانیم بین اینها تفکیک قائل بشیم، از همدیگه تمیزش بدیم، جدا بکنیم از همدیگه. کدام بخش از امور زندگی ما مربوط است به ظاهر و جسم ما و ابزاری که در جسم ما وجود داره، کدام بخش مربوط است به روح ما و ابزار درونی ما، ابزار روحی ما. اینها رو از همدیگه تمیز بدیم و جدا بکنیم. حرف عجیبی نمیخوام عرض بکنم بگن حرف عرفانی میخواد زده بشه، نه خیلی حرف خیلی ساده است از آیات کریمه قرآن. داریم حرف ساده رو خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. به عنوان مثال آیه کریمه 198 سوره مبارکه اعراف، صفحه پایانی سوره مبارکه اعراف، خداوند متعال چه میفرماید؟ میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان تدعوهم الی الهدی لا یسمعوا
و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. چند واژه در این آیه بود. میخوام این واژه ها رو از همدیگه تمیز بدیم و جداش بکنیم. تقاضا دارم خیلی با دقت بحث رو پیگیری بفرمایید. اولا سوره مبارکه اعراف که در شب‌های قبلا به مناسبت عرض شد، سوره مکی است و سوره مکی هم ویژگی‌های خاص خودش رو داره. می‌فرماید که اهل مکه که پیغمبر تو برای اینها مبعوث شدی و آیاتی رو براشون میخونی و ان تدعوهم الی الهدی لا یسمعون، اگر هدایت رو برای اینها دعوت کنی به هدایت و این تدعوهم دعوت به هدایت بکنی لا یسمعون، اگر لا یسمعون که از سمع میاد، این رو ما به عنوان ابزار شنوایی جسم بدانیم، یعنی بگیم خدای متعال فرموده که اگر دعوت به هدایت بکنی اینا اصلا گوش نمیدن. لا یسمعون. اگر بگیم لا یسمعون معناش شنیدن با جسم، هیچ ارتباطی به روح نداره اصلا. پس معنی این میشه که تمام اهل مکه بدون استثناء، همه اهل مکه اون روز، حالا هر چند نفر بودن، چه اونهایی که اونجا ساکن بودن مجاور بودن، چه اونهایی که زائر بودن و می آمدن و می رفتن، چه اونهایی که در زمانی معتکف می شدن اونجا، هر کسی که به هر حال در مکه مکرمه رفت و آمد داشته، مادرزاد همه کر بودند. یعنی همه اهل مکه کر بودن، هیچ کسی شنوایی نداشته. پیغمبر گرامی اسلام مجبور بودن که یک همراه در واقع مترجم ناشنوا باید داشته باشن که براشون مثل اخباری که برای ناشنوایان بنده خدا میذارن، اونا که شنوایی ندارن، پیغمبر باید این کار رو میکردن. آیا واقعا این گونه بوده؟ حاشا و کلا، هرگز این گونه نبوده. مگر میشود اهلی شهری همه و همهشون بدون استثنا کر باشند و برای اینکه حرف رو به اونها بزنند رسول گرامی باید یه مترجم ناشنوایان داشته باشند؟ مثلا با هیچ عقلی، با هیچ منطقی، با هیچ استدلالی جور در نمیاد این حرف. مثلا استدلال نداره این حرف. این بخش اول آیه که حالا عرض می‌کنم. بخش دوم آیه میفرماید و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. ترا یعنی دیدن، رؤیت، از رؤیت میاد یعنی دیدن. ینظرون از نظر میاد یعنی یعنی دیدن. بازم یبصرون بصر یعنی دیدن و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. پیغمبر میبینی اینها به تو نگاه میکنند اما نگاه نمیکنند. پیغمبر میبینی اینها تو رو میبینند ولی نمیبینند. یعنی چه؟ اگر این گونه بخوایم معنا بکنیم، معنای غلط بکنیم، یعنی رسول الله علیه و بالله نستجیر بالله، پناه بر خدا از این حرف، یعنی پیغمبر ماهیتش انسان نبوده، جن بوده، هم میدیدن هم نمیدیدن. مگر میشود؟ مگر نه اینه که در دو جای قرآن رسما آمده، هم آیه آخر سوره کهف آمده، هم آیه 6 سوره فصلت آمده، قل انما انا بشر مثلکم. تا اینجا شو حالا عرض میکنم، قل انما انا بشر مثلکم، من یه بشری مثل شما هستم. بله، تفاوت اونجای حاصل میشه که یوحا الیه، بله این وحی بین من و شما دیگه فاصله میاندازه. اما بخش اولش قل انما انا بشر مثلکم، من یه بشری مثل شما هستم، یعنی بشر هستم در خلقت، جن نیستم، ماهیت جن ندارم، ماهیت ملک ندارم، ماهیت هیچ موجود دیگری ندارم. من هم مثل شما یه بشری آفریده شدم، همون نیازهای بشری که شما دارید من هم دارم. بله ایراد که میگرفتن در آیات ابتدایی سوره مبارکه فرقان، گفتن مال هذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این چه رسولیه؟ غذا میخوره، یه مردم نگاه کنید داره غذا میخوره، تو بازار داره راه میره، اینم شد رسول؟ نه، ما این رسول نمیخوایم، یا ملک باشه یا جن باشه یا چه باشه، یا بهانه جویی است. این برای ایرادگیری بوده ولی نه حقیقت مطلب.
خب پس ببینید آیه کریمه 198 سوره اعراف خیلی درش حرف داره. مطلب این دو بخش داشت. بخش اول این بود که و این تدعوهم الی الهدی لا یسمعوا، اگر پیغمبر دعوت به هدایت بکنی اینها رو، اینها اصلا نمیشنوند. نه ابزار شنوایی ظاهر، نه اذن نیست اینجا، بحث اذن نیست. همچنان که در قرآن اذن و آذان که جمعش میشه در سوره های مختلف مثل سوره حج و جاهای دیگر، یا همین سوره اعراف یه مقدار عقب‌ترش آمده لهم آذان لا یسمعون، ابزار رو خدا معرفی میکنه. اما در این آیه مشخص 198 سوره اعراف که از محکمات آیات قرآنی است، خدای متعال میفرماد که و این تدعوهم الی الهدی لا یسمعون، اگر دعوت به هدایت بکنی اینها رو، هر چقدر بگی نمیشنوند. یعنی جسم میشنوه، صدای رسول الله رو میشنوند، خوبم میشنوند. هم او رو میشناسند، قبل از بعثت به عنوان محمد امین صلی الله علیه و آله معروف بوده، هم به این نام و به این خصلت شاخص و بسیار بزرگ میشناختند. یک. دومی که صدای پیغمبر رو واقعا میشنیدن، بله که میشنیدن، اما اینقدر گناه کرده بودن، حاضر نبودن دست از گناه بردارن، اینقدر معصیت و گناهشون سنگین بود، کارشون به جای رسیده بود که لا یسمعوا، یعنی روحشون نمیشنید نه جسمشون. عرض کردم اول بحث عرفانی نمی کنیم، بحث ساده 2 ضرب در 2 داریم انجام میدیم. 2 ضرب در 2 میشه 4، اینو داریم میگیم. اصلا غیر از این آیه نمیشه ترجمه بشه. هر کسی ترجمه دیگر داره، بسم الله، بنده حرف خودمو پس میگیرم. و ان تدعوهم الی الهدی لا یسمعوا، پیغمبر اگر اینها رو دعوت به هدایت بکنی اصلا نمیشنون صدای تو رو، یعنی روحشون نمیشنوه، یعنی آمادگی پذیرش ندارن. اهل مکه یه عمر اینها بت‌ها رو داخل خانه خدا میگذاشتن، داخل کعبه معظمه میذاشتن، آویز از کعبه معظمه میکردن، همونجا کنار خانه خدا سر میبریدن، بچه‌هاشون رو سر میبریدن، برای خدا قربانی میکردن. یک خرافاتی. قرآن میفرماید دیگه در سوره انفال، اصلا دور خانه خدا میگشتن، مکاء و تصدیه، سوت و کف میزدن، اوریان مادرزاد دور خانه خدا میگشتن. یه آداب اینجوری داشتن جاهلیت. خب این جاهلیت، حالا پیغمبر دعوت به هدایت میکنه، خدا میگه اینا صدای تو رو میشنون با ابزار اذن، اما این نه، لا یسمعوا، یعنی جانشون نمیتونه بپذیره. چون توی پیغمبر اومدی حرف نوی میزنی، داری به اینا میگی که از این به بعد دیگه این رسم گشتن دور خانه خدا نیست، این طواف نیست اسمش، باید با لباس احرام به تن بکنید، آدابی دارد، اذکاری دارد، یک سری امور مشخصی دارد، چهارچوب و قالبی دارد، بر اساس این قالب به چرخی دور خانه خدا، زمان داره، مکان داره، همیشه مشخصه. اما اینو نمیخوان بپذیرن، چون یه عمری با این کار انس گرفتن، خوب گرفتن. و یکی از دردهایی که ما هممون داریم، همه داریم، دلبستگی هایی است که تو این دنیا پیدا کردیم، برای خودمون ساختیم. یه دلبستگی هایی ساختیم موقعی که حضرت بقیت الله ارواحنا فداه علیه السلام که ظهور میکنن. چرا در حدیث داریم که بسیاری از کسانی که دم از حضرت میزدن، کسانی که مشتاق آمدن حضرت بودن، در مسیر به ظاهر بودن، اونها مقابل حضرت می ایستن، شمشیر میکشن، میگن تو چی داری میگی؟ ما یه عمری است که اینگونه خدا رو عبادت کردیم، ما اینگونه ذکر گفتیم، ما اینگونه اعمال انجام دادیم، اعتقاد ما اینگونه بود. مقابل حضرت صاحب از زمان ارواحنا فداه علیه السلام می ایستن یه عده‌ای. درد نیست؟ این به خاطر اینه که تعصبات بیجا و جهل از آیات قرآنه. خب از این بحث بیایم به آیه کریمه ادامه بدیم. و این تدعوهم الی الهدی لا یسمعوا، پیغمبر اگر اینها رو دعوت به هدایت بکنی، اینها روحشون و جانشون پذیرش نداره. نکته بعدی و بخش بعدی آیه، و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون،
عرب میگه رؤیت یعنی دیدن، نظر یعنی دیدن، بصر یعنی دیدن. اما چه دیدنی؟ زمین تا آسمون متفاوته. اینها رو لطفاً عنایت بفرمایید تعریف کنیم با هم دیگه. پله‌ای که از همه پایین‌تره نظره. نظر با زی مؤلف یا به اصطلاح زی دسته‌دار. نظر که در قرآن بسیار زیاد هم اومده، در آیات مختلف قرآن آمده، نظر به معنای دیدن با همین عینه، با همین چشم سر، با همین ابزار دیداری. چشم سر رو که ما در عرب میگیم عین، این یعنی کارش فقط نظره. با همین نگاه میکنه، میگه من نظر کردم، اون پرچم رو دیدم، اون پلاکارد رو دیدم، اون مثلا قرآن عزیز رو دیدم، تسبیح رو دیدم. میبینه داره همین چیز میبینه. اینو میگن نظر در عربی. یک یه پله بالاتر تعریف میشه به نام بصر. بصر یعنی بینایی روح انسان. خوب دقت بفرمایید، بینایی روح انسان. خب بصر خیلی مهمه بزرگواران. در جسم ما حواس پنجگانه داریم، حواسی که هممون هم میدونیم، میگن حس لامسه. ما خبر نداریم چشمون بسته است، یک چیز لمس میکنیم، متوجه میشیم این چه شیئی که هست یا جسمی که هست یا هر چیز موجودی که هست خطر داره نداره، چه هست تشخیص میده، میشه حس لامسه. بله، یک. دوم، حس چشایی داریم، در دهان میگذاریم، شیرینی، شوری، تلخی و بقیه مزه ها رو میچشیم. این هم شد حس چشایی. این هم شد دوتا. یه حس داریم، حس شنوایی است، با ابزار اذن میشنویم. یه حس داریم، حس بینایی است. ببینید ما انواع حسا رو خدا ما داده که 5 حس معروفه که حالا در دنیا رسم شده، الان میگن حس ششم هم پیدا کردن و حالا اونهایی که بحث ماورایی میکنن که اصلا خودش زیر سواله و حالا خیلی حرف داره. این حواس پنجگانه که ماها داریم، تو بین این 5 حسی که ماها داریم میخوام یه تأملی بفرمایید یه لحظه. کدوم یک از اینها از همه قوی تره و از همه مهمتره در جسم انسان؟ بنده به زعم و خیال خودم عرض میکنم که از همه مهمتر حس بینایی است. چرا؟ مثال عرض کنم. چشم. ببینید حس بینایی موقعی که انسان داره میبینه، از دور یه خطری رو احساس میکنه یه حیوانی، یک گزنده‌ای، یه خزنده‌ای، یه حیوان درنده‌ای داره به سمتش میاد. به محض اینکه با چشم میبینه یا پا به فرار میذاره یا پنهان میشه، خودش استتار میکنه. غیر از اینه؟ این راهشه دیگه. حالا میام اینجایی که بگیم خب نه، حس بینایی خیلی مهم نیست، بذار اون حیوان بیاد جلو، اون ماری که داره میخزه اون میاد جلو، مار بذار بیاد جلو، من با حس لامسه میفهمم خطر داره یا نداره. آقا بنده خدا تا دست بزنی ببینی مار هست نیست، تو رو زده و مردی اون عالم، تو برزخ باید دست بزنی ببینی زنده یا نه. تموم شده کارت دیگه اونجا نمیرسه که بخوای با حس لامست بفهمی. حس لامسه ضعیفتر از بینایی است، حس چشایی ضعیفتر از بینایی است، حس شنوایی ضعیفتر از بینایی است. بصر خیلی مهمه. بصر خیلی مهمه. انسان رو از همه خطرات میتونه نجات بده. این یک. دو، حس شنوایی است که از ابزار اذن، اون عین بود این اذنه. ابزارشون در قرآن آمده، نامش هم آمده. خب این ابزار به ما کمک میکنه. همینطور در روح انسان. روح انسان هم اول حس، مهمترین حسی که در روح انسان وجود داره روح بصره، حس بصره. حس بصر به انسان کمک میکنه که انسان بتونه حقایق رو ببینه. یعنی چه حقایق رو ببینه؟ بذارید یه حرف خیلی ساده بزنم، اصلا هم حرف بزرگی نیست، بسیار ساده است، بسیار ساده است. کسی که اهل ایمان و تقوا باشه، مثال میخوام بزنم از مرحوم آیت الله العظمی حاج مرتضی انصاری، صاحب رسائل و مکاسب رضوان الله علیه، کتاب ایشون سالها در حوزه‌های علمیه داره تدریس میشه و خوانده میشه.
این بزرگوار مرحوم شیخ مرتضی انصاری یک عالم مجتهد واقعا در ذوق کم نظیر، در علم در نوع خودشون واقعا نادر، خیلی خاص بودن، ویژگی های خاصی داشتن. حالا جنبه های بزرگ ایشون بماند، عظمت ایشون بماند، این جنبه رو دارم عرض می‌کنم. ایشون گفتن آقا یه جلسه این مؤمنین دور هم جمع شدن. این جلسه خودمون نیست، دور هم مؤمنین جمع شدن. اگر ممکنه شما هم تشریف فرما باشید با حضورتون جلسه رو نورانی کنید. احترام گذاشتن با آقا. اصرار کردن، آقا فرمان من نمیام، بنده رو معذور بدارید، عذر بنده رو بپذیرید، من نمیام تو جلسه. جلسه مؤمنین نمیدونم، مشکلی هم ندارم با کسی، ولی بنده عذر دارم نمیتونم بیام. اصرار انکار، اصرار انکار، آخرش فرمودن بسیار خب میام، حالا چند دقیقه میشینم. علتش رو نفرمودن برای چی. اومدن در جلسه نشستند، همه نشستند و به قول ما حال و احوال و خب چه خبر، خوبی، بعد ذکری و دعایی و حرفی و حالا یه مرتبه ایشون با یه غضبی بلند شدن، عبار رو دوششون انداختن، با سرعت و شدت تمام از جلسه خارج شدن. یا للعجب، چه اتفاقی افتاد؟ آقا کسی بیادبی کرد به آقا؟ کسی چیزی گفت؟ کسی شکلک در آورد؟ کسی حرف زشتی زد؟ آخه چیزی شد؟ یه دنبال آقا دویدم، هاشم مرتضی انصاری رضوان الله علیه، دویدن آقا چی شد آقا؟ چیزی شد؟ فرمودن من گفتم شما من رو دعوت کردید، گفتم من نمیام، من رو 40 روز و بلکه 40 سال عقب انداختید. من چه خاکی به سرم بریزم؟ من 40 سال عقب افتادم. گفتن آقا این که مال غیبت کردنه، این در مذمت غیبت به ما گفته شده که 40 روز، البته 40 روز شوخیه ها، 40 سال اصلشه در احادیث اهل بیت، یادتون باشه 40 روز شوخیه کردن با ما. یعنی که ما خودمون نوازیم، گفتن 40 روز اعمالتون از بین میره، باطل میشه. نه، 40 سال، یه غیبت 40 سال، اگه میارزه غیبت کنیم از هم دیگه، اگه میارزه. 40 سال عبادت ما هر چی داریم میره برای او، گناه او میاد برای ما تا 40 سال. تا رضایتشو نگیریم همینه که هست. شیخ مرتضی انصاری رضوان الله علیه فرمودن که منو عقب انداخت. گفتم اون کسی غیبت نکرد. فرمودن یک نفر اراده کرد که غیبت بکند. بازم تاکید میکنم حرف معرفتی نزدم، ما حرف ساده زدم. کسی یه ذره ایمان و تقواش بیاد بالا میفهمه، یعنی با روحش استشمام میکنه بوی تعفن غیبت رو، بوی تعفن حسادت، طمع، حرص و همه زشتی ها و بدی ها رو راحت میشه. اصلا بو داره، بوی بدی داره، بوی خیلی بدی داره، حال انسان به هم میخوره. محضر مبارک و نورانی است در محضر بزرگان عزیزان سروران خودم، ولی انسان میخواد بالا بیاره. گناه اینقدر بدبو و متعفنه، اما برای ما خیلی خوشاینده. برای امثال بنده خود من که هنوز تربیت نفس نکردم خیلی خوشاینده. میگم نه حاج آقا میسی داره میگه، ولی گناه خیلی قشنگه، خیلی زیباست. به ناموس مردم نگاه می‌کنی تو خیابون چه اشکال داره؟ غیبت می‌کنی چه اشکال داره؟ اون چیزی که نباید بشنویم میشنویم چه اشکالی داره؟ بابا چیزی نشد که. به قول حالا بعضی یه شب که 1000 شب نمیشه. توجیه هم برای خودشون درست میکنن. بعد اومدن توی جلسه گفتن ببینن آقای واقعا راست این حرف چیه؟ اون جلسه گفتن آقایون یه دقیقه گوش کنید. ما آقا رو رفتیم تا منزل مشایعت کردیم، رساندیم، برگشتیم. آقا ناراحت شدن. کسی تو جلسه میخواست غیبت بکنه، سکوت جلسه رو گرفت. بعد از چند لحظه یه نفر سرش انداخت پایین، دستش رو بلند کرد گفت من تو ذهنم آمد که چند لحظه دیگه که حالا آقا اینجا نشسته از یه مؤمنی که تو این جلسه نیست یه چیزی می‌خواستم بگم، همه بخندن. این رو عرب بهش میگه بصر. بصر یعنی انسان میفهمه، یعنی انسان میبینه بدی و زشتی گناه رو میفهمه، سریع دریافت میکنه، سریع میفهمه. انسانی که یه ذره تقواش قوی باشه. ایمان فقط به تنهایی نه بزرگواران، ایمان به تنهایی انسان رو به هیچ جا نمیرسونه، به هیچ جا. تقواست که پشتوانه ایمان ماست، ستون ایمان ما تقواست. باید به تقوا تکیه بدیم.
تقوا دائمیه. قرآن همیشه چی فرموده؟ در سوره نمل داریم، در سوره یونس علیه السلام داریم. مثلا در سوره یونس علیه السلام صفات اولیاء الله رو خدا میشمره، آیه 62 63 64 میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب خدا اینا که نه خوف نه حزن، نه خوف از آینده نه حزن از گذشته، خدا اینا ندارن. اینا چه صفتایی دارن؟ الذین آمنو، یه بار ایمان درست درمون میارن، و کانو یتقون. یتقون مضارع استمراری است، یعنی تقوا رو باید یکسره تجدیدش کنن، نگهش دارن. این خیلی حرف زیبایی است، چقدر کلام زیبایی است. الذین آمنو، ایمان یه دونه است، یه ایمان درست درمون بیار، پایه ایمانتو قوی کن، درست کن، بیار بالا. هم پایه قوی، هم سازه قوی، فونداسیون به قول مهندسین امروزی، فونداسیون قوی بساز که اسمش میشه قوام در لغت عرب. بعد قوامش بده، یعنی سازه رو این بساز، ساختمان بساز. بنابر اون استحکامی که زیر بنا رو درست کردی و اون پایه رو درست کردی، قوام رو درست کردی، حالا قوام دینتو بر اون پایه. ایمان یه باره، قرآن میگه یه بار ایمان درست درمون بیار، ایمانتو قشنگ درست کن، میزون کن با خدا و رسول، میزون کن ایمانت رو. اما تقوا باید دائمی باشه، و کانو یتقون، یعنی انسان با یه نگاه به حرام، با یه گوش دادن حرام، با یه حرکت حرام، میبینی ایمانش به فنا رفت. با یه غیبت کردن خیلی راحت اعمال خودش رو میده به دیگری، بدون اینکه حالا خندیده به اندازه میارزه، به اندازه یه خنده چند لحظه‌ای همه ایمان رو بدیم به کسی دو دستی تقدیم کنیم. اونم قیامت مگر میگذره از ما کسی؟ اونجا کسی از کسی نمیگذره. بهشت رو داری میبینه، رحمت خدا رو داری میبینه، جهنم و عذاب هم داری میبینه، خشم الهی رو داری میبینه، همه چیز رو داره قشنگ روحش میبینه، لمس میکنه. و اونجا که اب نداره بخشیدم برو، نه خیر، میگیره تا آخرش. میگه غیبت منو کردی، آبروی منو بردی، وایس ازت بگیرم. میگه من دیگه چیزی ندارم. میگه باشه بیا گناهان منو بگیر. خدا میگه راضی شدی؟ میگه نه. خدا میگه راضی شدی؟ میگه نه. میگه راضی شدی؟ میگه نه. یعنی تا ابد این بدبخت میشه. یه غیبت بابا ارزش داشت؟ خب ببند دهنو. چرا غیبت میکنیم؟ چرا انقدر علاقه‌مندیم به غیبت کردن؟ حالا یه نمونه است، چشم همینجور ببند آقا، سرتون از پایین. به ناموس مردم چی کار داری؟ هر چقدر خودشو بزک کنه، زیبا کنه، تو چی کار داری؟ اصلا چرا نگاه میکنی که بگی وای 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 چه وضع جامعه‌ای؟ بارها دوستان میگن اونجا خیلی وضع خراب شده، من ندیدم چیزی، واقعا ندیدم، هیچ ادعایی هم مثلا واقعا ندیدم. کدوم وضع عادی، همه خوبن، همه دارن زندگیشون میکنن. نه خیلی وضع خرابه، من که ندیدم. هر کی دیده خودش بره ببینه چیکار. ببینید مشکل اینه که ماها چشممون، گوشمون، زبانمون اصلا چفت و بست نداره، آزاد، رهاست، هیچ بستی براش نذاشتیم، قفلی براش نذاشتیم. خب برگردیم به آیه و اتمام بحث. میفرماد که و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. نظر معلوم شد، بصر معلوم شد، مونده رؤیت. رؤیت هم بگم به آیه مشخص بشه، چقدر زیبا شد حالا مفهوم آیه. پس نظر یعنی همین چشم سر، بصر یعنی همینی که انسان بفهمه که این گناه چقدر بده، زشتی اون گناه رو میبینه، حقیقتش رو میبینه، متعفن بودن و لجنزار اون گناه رو میبینه، کرمهای اون گناه رو میبینه، عاقبت اون گناه رو میبینه. خب خود به خود بدش میاد دیگه. شخص میاد خدمت امام رضا آقا علی بن موسی رضا علیه السلام، یا ابن رسول الله، شما خاندان پیغمبر مثل ملائکه نمیتونید گناه بکنید، یا مثل ما انسان ها هستید میتونید و گناه نمی کنید؟ آقا علی بن موسی، این جناب شیخ صدوق در کتاب ارزشمند عیون و اخبار رضا میاره علیه السلام. آقا علی بن موسی رضا علیه السلام فرمودن ما مثل شما هستیم، میتونیم گناه بکنیم، ما هم مثل شما قوه گناه داریم در وجودمون، هوای نفس داریم اما مهارش کردیم. ما داریم، مثل شما هستیم، مثل ملائکه. ملائکه یه بعدی هم میگن مجردن، اصطلاحا یه بعدی هم، مجرد نه معنی متأهل و مجرد، اشتباه نشه. ما دو بعدی هستیم، ما درمون خیر هست و شر، خوب هست و بد. آقا علی بن موسی رضا علیه السلام فرمود ما مثل شما هستیم، میتونیم ولی گناه نمیکنیم. این شخص از روی تمسخر گفت
میتونید و گناه نمیکنید، مگه میشه هم چیزی؟ در حدیث انکار که بود، خندید، پوزخندی زد به امام. حضرت فرمودن که برای، در جواب او، برای قضای حاجت چند بار میری در روز؟ شما خب یعنی چی؟ واقعا چه ربطی داره یادن رسول الله؟ فرمون جواب من رو بده. خب بالاخره مثل بقیه انسان ها بالاخره چند باری میرن برای قضای حاجت دیگه. حالا به قول امروزه سرویس بهداشتی دیگه، خیلی حالا ساده کردیم. برای قضای حاجت چند بار میری در روز؟ تا حالا شده موقعی که اون چیزی که از دفع میشه نگاه کنی بگی یه ذره وردارم بزنم تو دهنم بخورم؟ گفت ابن رسول الله چی دارید میگید؟ من ماهیت گناه تازه تعریف کلی کردم برات. ماهیت گناه برای ما اهل بیت و برای خوبان عالم این گونه است. گویا تعفن داره، حالشون به هم میخوره. گناه که میگه اسم گناه میاد حالش به هم میخوره. اینو آقای امام رضا علیه السلام به ما یاد دادن علیه السلام. خب اما رؤیت چیست؟ رؤیت اینه که خدای متعال به یه عده‌ای، خوب دقت بفرمایید بخش آخر رو، رؤیت یعنی انسان به یه درجه‌ای از معرفت بصیرتش رشد کرده، بصرش رشد کرده، به یه فهمی رسیده، به یه تقوای والای رسیده. حالا خدای متعال قدرت برخی از تسلط بر نفوس انسانها رو به او سپرده. بسیاری از عالمان عامل با معرفت ما این چنین بودند، یعنی قدرت اینو داشتند که بر نفوس انسانها تسلط داشته باشن به اندازه ظرف ایمان و تقواشونا. باز این مثال رو میزنم و دیگه بحثمون تمام شد، وقتمون دیگه تمام شد. بزرگواران، یکی از عالمان عامل با معرفت ما که بعد از مرحوم آستری آقای قاضی که به سفارش ایشون رضوان الله علیه فرمودن که به شاگردانشون فرمودن برید در منطقه فلان از همدان، نزدیک همدان، منطقه بهار، در اون حال برای خود شهری است دیگه، اون موقعی منطقه کوچکی بوده، برید اونجا فلان کوچه فلان درب خانه آدرس دادن، میرید اونجا، بعد از وفات من میرید اونجا درب رو میزنید، شده 1 سال پشت درب مینشینید تا درب رو به روتون باز کنن. شخصی است به نام آشق محمد علی انصاری همدانی رضوان الله علیه. اینو مرحوم آستری آقای قاضی رحمت الله علیه به شاگردانشون فرموده بودن. بعد از رحلت ایشون شاگردان اومدن اینجا، آدرس آقا فرموده بودن، آدرس رو پیدا کردن، در خانه در زدن، گفتن منزل فلانی، گفتن بله ولی آقا کسی رو نمیپذیرن. گفتن پس همون استاد درست فرمودن. نشستن، بس نشستن پشت خانه 3 شبان روز نشستن. اومدن با آقا گفتن آقا اینا نمیرن، خیلی بد نشستن، صفر نشستن، 3 شبانه روز نشستن اینجا، تکون نمیکنن، نمازشون هم همینجا میخونن، یه غذایی هم یه جوعی بالاخره گرسنگیشون جوعشون برطرف میکنه با یه طعام مختصر ریز، بالاخره پا هم کنار میان. 3 روز نشستن اینجا آقا نمیرن. آقا فرمودن درو باز کنید بیان تو. اومدن تو، فرمودن که خدا رحمت کنه آستری آقای قاضی رو، کار دست من داد، من داشتم زندگیمو میکردم، منو برای چی معرفی کرد به شماها؟ خوبان عالم دوست دارن که پنهان بمونن، پنهان نه معنی که کاری انجام ندن ها، دوست ندارن هی تو دهنا بیفتن، تو چشما بیفتن. به هر حال ایشون به شاگردی پذیرفتن اینها رو. حالا این رو عرض کنم از این جهت که فقط آشنایی داشته باشید. روزی بعد از اینکه ایشون دیگه شهرت پیدا کردن، می اومدن مردم میرفتن، حالا سوال شرعی داشتن، سوال اعتقادی داشتن، درس ایشون میدادن، چون مجتهد بودن دیگه، عالم عامل با معرفت، بحث معرفتی میکردن، بحث‌های درسی میگفتن. مردم برای دستبوسی آقا می آمدن، مشکلاتشون رو حل می‌کردن، دعوای خانوادگی و چه و چه و چه. خلاص این رفت و آمد خیلی زیاد بود به منزل ایشون. روزی یکی از لات‌های اون زمان وارد شد. دارم رؤیت رو تعریف می‌کنم، یعنی چه؟ رؤیت این یکی از لات‌های بزرگ اون زمان که خیلی تو اون منطقه معروف بوده وارد میشه. از در وارد میشه، با بی‌ادبی تمام وای میسه جلوی آقا. حالا همه با احترام نشستن منزل ایشون، دور تا دور آقا نشستن اونجا. مرحوم آیت الله انصاری همدانی رحمت الله علیه، این شخص لات وارد شد و گفت به 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 به. آقا همه من دستشو میبوسن، پولم که بهش میدن، همون خمس زکات که مردم پولم که میدن و دستشون هم که میبوسن و
از بدبختی ما چه خبر داری؟ خوش به حالت. شروع کرد به آقا اهانت کردن. اطرافیان عصبانی شدند. ایشون فهمید آقا با اشاره نیست. سرشون پایین بود. حرفاشو زد، دل سیر حرف زد. تمام شد حرفاش. تمام شد. ایشون سر بلند کردند. فرمودن که مطمئنی به این حرفایی که زدی؟ دوباره سرشون پایین انداختند. این لات خیلی جا خورد. مطمئنی یعنی چی؟ نه شاگردان ایشون اطرافیان فهمیدن، نه اون لاتی که این حرفا رو زده بود. یعنی چی آقا؟ چی مطمئنی یعنی چی؟ به چی مطمئنم؟ خب آقا ببخشید به چی مطمئنم؟ فهمیدم به این حرفایی که زدی مطمئنی که ما اینجا نشستیم و بیخبریم، شما دارید زندگی بیرون تو جامعه، تجارت، رفت و آمد، کوچه و بازار، ما اینجا نشستیم مردم میان و احترام و فلان اینا، یعنی ما کار دیگه نداریم دیگه، مطمئنی؟ بله دیگه آقا، اینها این وضع شماست، معلومه این وضع شما آقا، همه احترام میذارن، از در ورودی درو میبوسن، خم میشن، احترام میذارن، وارد میشن، دستبوسی میان، روی شما رو میبوسن، شانه شما رو میبوسن. ایشون در جواب یه جمله فرمودند، این رؤیت، یعنی خدا به کسانی که با تقوای واقعی بشن، عالم عامل با معرفت بشن، خدا اونها رو چی میده آقا؟ وسعت میده، یه عده رو زیر چتر خودش میگیره. ایشون فرمودن آقا من که شما رو نمیشناسم، شما که اولین بار اومد اینجا، یادت 10 سال پیش برای فلان گناه، اسمشو میاره، برای فلان گناه رفتی به فلان شهر، در کوچه‌ای که داشتی میرفتی، فلان کوچه، دقیق آدرس دادن، فلان کوچه که میرفتی یه مستی از کنار تو رد میشد، اون مست با چاقو به سمت تو حمله ور شد، آمد به سمت تو بزنه، یه مرتبه خورد، در حالت مستی یه تکانی، یه تلوتلوی به قول معروف خورد و خورد به بازوی تو، رد شد و رفت، تو فقط زخمی شدی و بعدش هم دیگه از اون گناه صرف نظر کردی و برگشتی. یادت میاد؟ گفت بله، ولی کسی اونجا نبود اصلا، کسی از نیت من خبر نداشت، خانواده منو نمیدونستن، نه رفتن منو میدونستن، نه این حادثه رو میدونستن، نه اصلا سالش رو کسی میدونست کی من رفتم، نه برای چه گناهی رفته بودم، نه این اتفاق افتاد، هیچ کسی نمیدونست. آقا فرمودن که لازم نیست، خدای متعال به ما داده مسئولیت تو و یه سری افراد دست منه، من باید مراقب روح و جسم شما باشم. این قرآن اسمش میذاره، این لغت عرب اسمش میذاره رؤیت. حالا آیه رو معنا کنیم. پیغمبر و تراهم، با اون قدرت الهی که خدا بهت داده که مسلط بر همه عالم و عوالم هستی، او هم مسلط بر همه چیزه. حالا عالم عامل با معرفت به اندازه وسع خودش که خیلی ها بودن، خیلی ها، همین یه دونه بزرگ نبوده، خیلی ها بودن و هستن، بعد از اینم خواهند بود. میفهمن و تراهم، با اون قدرت نفوذی که بر همه نفوس عالم و عوالم داری، و تراهم ینظرون الیک، با چشم سر اینا دارن به تو نگاه میکنن، اما و هم لا یبصرون، تو با رؤیتت میبینی که اینا دارن با چشم سر به توی پیغمبر نگاه میکنند، اما حرف تو رو نمیشنون، چون دلشون نمیخواد روحشون بشنوه. چقدر قشنگ شده یه آیه چند تا لفظ کنار هم چید، هم لا یسمعون، هم تراهم، هم ینظرون، هم یبصرون. خدایا به ایمان و تقوای ما افزون بفرما. تقوا تقوا تقوا، هرچی تقوا بره بالاتر، انسان رشدش میره بالاتر، خیلی چیزا رو یواش یواش میفهمه، میبینه. اون وقت موقعی هم که دید، به قول اون شعر معروف که میگن آن که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. اون کسی که میاد میگه من اینجوری، من دیدم، این مثل طبل، این صدا داره فقط، خیلی اصلا اعتنا نکنید بهش، پشتون رو بکنید، خیلی اهمیت نداره. اون کسی که هیچ حرف نمیزنه، آروم میشینه، ساکت میشینه، انسان میدونی اصلا اهل ایمان و تقوا داری، حراف هم نیست، میفهمه یه خبری توش هست، یه چیزایی داره میبینه. در هر حال آیه قشنگی است، آیه کریمه 198 سوره مبارکه اعراف، ان شاءالله که مفید فایده برای هممون بوده باشد. با این الفاظ آشنا شدیم. این یه آغازی بود بر یک سری از آیات قرآن و معارف جدیدی که انسان میتونه
با همین الفاظ اذن، عین، سمع، رؤیت، نظر، بصر، این چند تا که عرض کردم همین رو تو قرآن فراوان استفاده شده. اگر با دید درستی که لغت عرب یک، روایات اهل بیت دو بیان کردن اگر ببینیم، لذت کامل میبریم و بسیار استفاده خواهیم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.